روز پرزیدنت از این به بعد در تاجیکستان همساله 16 نوامبر و بدون تعطیل رسمی تجلیل خواهد شد. عید نو روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در جلسه روز 15 اپریل مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان تصدیق شد. مولود قلندرزاده عضو کمیته قانونگذاری و حقوق انسانی پارلمان هنگام معرفی این طرح گفت این تصمیم به هیچ وجه شخصیت پرستی نبوده به مانند جشن‌های کسبی کارمندان ساحه‌های مختلف دیگر تجلیل می شود. مولود قلندرزاده میگوید به محض آنکه 16 نوامبر سال 1994 نخستین سوگندیادکنی پرزیدنت فعلی امامعلی رحمان در اجلاس شورای عالی است، از این خاطر این سنه همچون روز پرزیدنت تاجیکستان انتخاب گردید. این روز نه به شخصیت اشاره دارد. طوری که در حاضر من قید کردم همچون روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اعتراف کرده شد. شکرجان ظهور رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در نوبت خود از این طرح حمایت کرد و گفت که چنین عید در کشورهای دیگر نیز هستند و نباید مایه هنگامه باشد. اداره دولتی ما دولتی پرزیدنتی است. اداره پرزیدنتی است. برای همینم این منفیت خیلی کلان دارد و در دوام من 22 سالی که اداره پرزیدنتی وجود دارد نشان داد که این ساختار یعنی این اداره برای تاجیکستان برای ما از دیگر شکل‌های اداره امروز ضرورتر است و قابل قبول است. در گذشته 16 نوامبر همچون روز اجلاس 16 شورای عالی معروف بود که با قدرت رسیدن امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از آن اجلاس آغاز می‌گیرد. در این اجلاس امامعلی رحمان باعث رهبر شورای عالی تاجیکستان انتخاب شده و بعد از 2 سالش در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 همچون رئیس جمهور انتخاب گردید. تعیین روز پرزیدنت تاجیکستان در پی اصلاح قانون درباره روزهای عید صورت گرفت. این موضوع در جلسه روز 11 اپریل شورای مجلس نمایندگان بررسی و حمایت یافته بود. محکومات مجلس نمایندگان گفتند که این تحریک قانون از سوی حکومت با در نظر داشته سهم ارزنده امامعلی رحمان در تشکل دولتداری نوین کشور، احیای دولت ملی، تامین صلح و وحدت و بلند برداشتن نفوذ و اعتبار تاجیکستان در عرصه بین‌المللی تهیه گردیده است. ماه دکمبر سال گذشته دو پالات پارلمانی تاجیکستان قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را تصویب کرد و آن را رئیس جمهور روز 25 دکمبر امضا گذاشت. استفاده عباره پیشوای ملت در آغاز سال گذشته از زبان ساکنان ضمن واخوری‌ها با امامعلی رحمان صدا داد. بعدا پارلمان تاجیکستان این عباره را قانونی و به مقام تبدیل داد. امامعلی رحمان که حالا 64 سال دارد 19 نوامبر سال 1992 در سن 40 سالگی در اجلاس 16 شورای عالی پارلمان وقت تاجیکستان رئیس این شورا و طبعا رهبر اول کشور انتخاب شد. در آن روزها در مناطق جنوب و مرکز تاجیکستان زدوخوردهای مسلحانه بین نیروهای فرانت خلقی و نیروهای صادق به حکومت مراسای ملی هنوز ادامه داشت و به این دلیل اجلاس 16 شورای عالی را در قصر ارباب در کنار شهر خوجند برگزار کردند. امامعلی رحمان همینطور در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 با پیروزی بر رقیبش سفیر وقت تاجیکستان در روسیه عبدالملک عبداللهجانوف به مقام رئیس جمهور رسید. او در انتخابات پرزیدنتی سال 1999 زمان ریاست خود را برای 7 سال دیگر تمدید کرد و با تغییر قانون اساسی در سال 2003 حق شرکت باز در 2 انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان را به دست آورد. امامعلی رحمان همینطور در انتخابات پرزیدنتی سالهای 2006 و 2013 برنده شد. تعیین روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حالی است که قزاقستان طول 5 سال روز پرزیدنت نخستین را تجلیل می‌کند. این روز در سال 2011 با افتخار نورسلطان نظربایف و پیروزی او در انتخابات 1 دکمبر سال 1991 تأسیس داده شده است.